یک تکرار میکنه آقای جا بدلای فتو که نامده کلمه خیانت به معنای عمومی خود باقی میماند. منظور حدیث خلاصه این است که پیامبر صلی الله علیه و آله میخوان بیان کنند که به طور طبیعی زنها در فطرتشان چنین هست که بعضی از مسائل را نسبت به شوهر خود خیانت میکنند. چرا؟ به خاطری که مادرشان همین کار را کرده. یعنی این حالت طبیعی است و مردها باید این قبول بکنند، باید بپذیرند و با او کنار بیایند. که محمد گوسپند وارد اثر نام خوردن نباشید. زده بالا چی از نتایج لیک شده. غیر از خیزارتان. خب کی عربی درست در اینجا یاد داره که شروع کنیم؟ تحدیم چی بود؟ مشکل نیست. نه عربی خوبشتر میشه. ما في مشكل في أي موضوع نحن نناقش. اهلا صابر. اوکی حبیبی. مقصد هنوز نبیر بابا نجیب پشت که یک راست نحل کنیم باز. نجیب جان I love you. کما تو که محمد گوسپند وارد اثر نام خوردن نباشید. زده بالا چی از نتایج لیک شده. غیر از خیزارتان. خب کی عربی درست در اینجا یاد داره که شروع کنیم؟ تحدیم چی بود؟ مشکل نیست. نه عربی خوبشتر میشه. ما في مشكل في أي موضوع نحن نناقش. اهلا صابر. اوكي حبيبي، نتكلم في مواضيع مهمة بالنسبة للأحاديث. هل يوجد في الأحاديث؟ لا افهمني. نتكلم في موضوع اینجا مردمان نمیفهمه کسی نه افغان ها فخر فروشی کنه نه خودت اینجا که کسی اجازه داده نمیشه. موضوع رو بگو شبه رو بگو. خودت گفتی که عربی یاد داره. مولایتان دیگه یک لایف پریوات بگیرین بین خود عربی گپ بزن. اینجا مردم آمدن میخوان بیان بزن. خود چطور میشه از اسلام دفاع میگی که عربی یاد نداری؟ سر وقت میخوری وطن دار. یک سوال. یک دقیقه کفر کش. آقای مختار، موضوع ما را شنیدی؟ گفتم یک مرتد که تا صنف 8 سواد داشته باشه. خب تا صنف 8 سواد داری؟ من تا صنف 8 مشکل میفهمی چیست؟ که خودم از فاکولته طیبه اسلامی مدنی منوره در اونجا اتمام رساندم عزیز دل. خب بسیار خوب پس مشکل نیست. خب دوست عزیز، ما باید موضوعی را انتخاب کنیم که من هم از خودت سوال کرده بتانم و تو هم از من سوال کرده بتانی. اما تو معقول است؟ پس من سعی کو یک سوال میکنم، حال جوابشو نباید بدی. ایره جوابشو جور کو، وقت بگی به خود بازی جوابشو که درست هم صحیح آوردی، من دمیج پیشوی کلتون نمیه شاهدام هستین، باز من مسلمان میشم، هیچ مشکل ندارم. من ضرورت ندارم که تو مسلمان شوی. حالا بظرف مثالش، حالا مثال یک سند صحیح کامل و متواتر، خب بیار که همین قرآنه که فعلا دم دست ما است، همین قرآن صحیح هست و چیزی که از خود پیغمبر شنیده شده، اینی را آماده کو، وقتت بگی ایرام جور کو، بازمو کلامتری ملایتانم بیار، ما در خدمتت. نجیب جان بر من شیر کو، ما میم در وسط و بهترین در اینجا باشه که در اصطلاحات عربی وارد باشه. بازیر میم بحث میکنیم. اگر بحث قوی ترم شد، من کلان ملایی که به نام شما که میگذاریم ملای ملحدین، شیخ محمد صالح هم میارم، شیخ علی حاتم هم میارم، عربی اونا عرب هستن، باز میارم در اینجا بحث میکنم و بحث بسیار جالب میشه. خب تو من برات یک وظیفه میتم. خب از خودت کده مرتد باسوادتر که فصح یاد داشته باشه، از نطفه عرب باشه، او را برای ما بیار در اینمی عنوان. من اینمی تحدید قبول دارم. ما ضرورت نداریم که برای تو یک عالم بیاریم. کوچکترین عسکر اهل سنت و الجماعه برازی جوابی داره، اما از تو کده که با فهمتر باشه، از نطفه عرب باشه، از نطفه فصح یاد داشته باشه، بیار من در مقابلش قرار میگیرم.
اگه جرأت داری اینمی نفر برای مال حاضر میکنی. آفرین. صابر، مرحله علمی تو چی است؟ تا کدام حد است؟ از تو کده بالاست. امکان نداره. امکان نداره؟ خب بگو در کجا درس باشه خوندی؟ کجا باشه امام ما داشتی؟ برات میگم ما برات میگم ما الهیات در دانشگاه کامبریج خود روسیه در شهر سن پترزبورگ خواندیم. نه پس سیکو ما که صاف آمدم گفتم سیکو ما از باور فاکولته نمیکنه. یک دقیقه صبر. خب سیکو من خودم من نمایندگی خود هستم. خب آه. خود من شخصا برات صاف گفتم و به تمام صراحت فاکولته طیبه مدینه منوره کسانی که اگر در اونجا در عربستان بودن. خودت شیعه بودی در فاکولته طبیعه مدینه منوره، چطور تو را گرفتن داخلی؟ چطور گرفتن؟ بله خلاصه فاکولته طیبه حالا خودت مدینه خب منوره پنجگیره بودی وجه او از اهل سنت است. اوی چی میگی؟ کفرکش خیره بان یک نفر باشه. خب خواهش این میکنم. مطلب دیست که نال امیره من خودم اظهار کردم برات با تمام ادب، دوستانه، برادری، احترام، تقدیر. از دانشگاه کامبریج خود روسیه واقع در شهر سن پترزبورگ. نه مسخره نکو. کجای از این مسخره است؟ من نمایندگی خدا دارم. نه میشه بر ما بگی کجای از این مسخره است؟ ما او را اصلا امی گپ قبول نمیکنم. خود من شخصا چرا قبول نمیکنی؟ اگر رفتی در کشور اسلامی خودت خواندی شهر سن پترزبورگ روسیه دانشگاه کامبریج وجود نداره؟ او مسئله خودت است. یعنی از من خواستی در جیل می من بفهمی. سبحان الله با مرتد میگم که دین اینجا درس خوندیم قبول نداره، لیکن جوانمرگی 4 سال مکمل به مردم ما خودم ما خیلی بگذاریم از این مسئله. آقای مختار خودت اهل سنت بودی یا تشیع؟ ما از خانواده شیعه هستیم که ما در عربستان سعودی زندگی میکنیم. پنجگیره است. آفرین. پس خودت درس تشیع را خواندی درست است؟ هم سنی را از عربستان، بعدش در حوزه علمی نجف رفت اونجا به اتمام رساندم. اصول ثلاثه را خیلی توضیح بده. یک دقیقه اصول ثلاثه را توضیح بده. اصول ثلاثه که بر توضیح بده تو میفهمی؟ بله بله. باشه. خیلی کفرکش در ما اگر اینمی اگه نوان کتی نمی بحث کنیم خوب است. آقای مختار از خودت کده فهمیده از نطفه عرب، از نطفه فسر میفهمه دینمی تحدی که تو گفتی من حاضر هستم برای من نمود یک عرب پیدا کده میتونی که از نطفه عرب باشه و فسر یاد داشته باشه؟ آفرین پیدا میکنم. باشه اونمون نفره که پیدا کردی کسی دیگر اینی من در مقابلت قرار میگیرم. اون نفره برای من پیدا کو. حالا آفرین. حالا گپی است ما باید یک عنوان انتخاب کنیم که ما بتانم از خودت سوال کنم و تو بتانی از ما سوال کنی. اگر ما یک عنوان انتخاب کنیم که تو فقط سوال کرده بری ما جواب داده برم این عاقلانه است و نه هم مناظره به این شکل می باشه. ما باید از خودت سوال کنم تو باید از ما سوال کنی. قبول داری؟ آفرین. موضوع را میتونیم انتخاب کنیم صحت خود قرآن. گفتم یک موضوع که ما از تو سوال کرده بتونم تو از ما سوال کرده بتونی. مسئله صحت قرآن گفتی تحدید ما شنیدیم. ما برات گفتم یک کسی که از نطفه عرب باشه، از نطفه فسر یاد داشته باشه برای ما حاضرش کو در مقابل از اون ما قرار میگیرم. آفرین. باشه عالی. خوشم آمد. تشکر. حالا سوال یک موضوع انتخاب میکنیم که ما بتانم از مفکوری تو زیر سوال ببرم و تو آیین باور کفرکش جان از پیش مفتیدی با ما زد دست ما خورد ببخشید. قبول داری همین مسئله را؟ حالا به یک سوال بکو که من بتونم جواب بتونم. باشه. در جهان هستی دو مفکوره وجود داره، دو نظریه وجود داره. یکی نظریه خلقت، یکی نظریه تطور یا تکامل. یک سوال، آیا تطور اصطلاح درست است که ما استفاده کنیم؟ بر من اهمیت نداره. یعنی تو عرب هستی دیگه؟ بر من مطلبه. بر من از قرآن بیا صحبت کن. یک دقیقه جناب، ما به خلقت باورمند هستم. خلقت مفکوره قرآنی است. در مقابل ازی مفکوره تیوری دیگر تکامل است. تو تکامل قبول داری یا نداری؟
من نه تکامل قبول دارم نه خلقته. مشکل چی را دیمیست قبول داری خی؟ چیزی که فعلا هستم. باشه، ای که تو تکامل قبول نداری برش دلیل داری یا کورکورانه او را قبول نداری؟ بر من هیچ اهمیت من نداره. نگفتم که برای تو اهمیت داره یا نداره. گوش کن، در جهان هستی دو تیوری وجود داره، سیومی وجود نداره. یا تو باید بپذیری خلقت، یا تو باید بپذیری که تکسلولی بوده. تو نمیتونی گزینه سوم انتخاب کنی، چون گزینه سوم وجود نداره. یا خلقت قبول داری یا هم تکامل قبول داری. من من حیث مسلمان خلقت قبول دارم. مفکوری تو چی است؟ خب اگر روی خلقت بری این دلایل که است وقت از تو چی است؟ از تو چی است؟ من خلقت قبول دارم، بسیار به افتخار از او حاضر هستم دفاع کنم. تو چی را قبول داری؟ نه خلقت قبول دارم و نه تکامل. آفرین. ای که تو تکامل قبول نداری به خاطر قبول نکردنش تو دلیل داری؟ اصلا کلا نمیخوایم این رو جواب بدم برای آقای مختار، تو خودت تکامل قبول نداری به خاطر قبول نداشتنش دلیل داری؟ من خودم قبول نکردم. من نگفتم که تو کردی. اینمی به نکردنش اینمی ادعا است. اگر منطق خوانده باشی تو یک ادعا کردی که من قبول ندارم. به خاطر اینمی قبول نداشتنت کدام دلیل داری؟ نظر شخصی من این رو نمیخوایم حالا بگم. من نظر شخصی تا نخواستیم. تو یک ادعا کردی. اصول منطق است زمانی که یک انسان ادعا میکنه به خاطر ادعای خود باید دلیل داشته باشه. تویی که فرگشت قبول نداری، تکامل قبول نداری، تطور قبول نداری، برش دلیل داری یا نداری؟ خب میتونم اینجا بعدن آورد بتون؟ نه خب اینمی باید سرینوان ما باشه دیگه. خب نه میتونم جواب ادعا کردی به خاطر ادعای دلیل داری یا نداری؟ خب سوال دیگه این موضوع است که من از خلقت دفاع میکنم و تو باید موقفت معلوم کنی. صبر این مطلب رو خودت که مطرح کردی اصلا من نه در او طرف هستم و نه این طرف. کدام طرف هستی؟ طرفت معلوم که. خب فعلا که چیزی که هستم و این اهمیت گزینه سوم وجود نداره. سبحان الله، گزینه سوم وجود نداره. اگه می داشت گزینه سوم برات میگفتم. میفهمی به نام چی؟ به نام المحایدون. یعنی چی؟ فکر محاید. تو برای ما بیان کن. یه چیز فقیر خواندی به نام فکر محاید؟ نه برای ما تشریح کن. اینمی خودش یک مغالطه است. مغالطه به نظر خودت است؟ به نظر من نیست، به نظر علم منطق است. نه آفرین. به خاطر اینمی ادعایت که تو تکامل قبول نداری چی دلیل داری؟ فکر محاید داریم آقای عزیز. من نگفتم تو چی نوع فکر داری. من گفتم خودت ادعا کردی که تو تکامل قبول نداری. صابر فکر کن بینم یاله یک مسلمان. خب نه من چرا فکر کنم در مقابل من یک مرتد بی سواد قرار داره. آفرین. خندی تکو به خاطر اینمی ادعایت که تو فرگشت قبول نداری دلیلت چی است؟ صابر یک گپ مهم. افغاندوی عزیز سلام علیکم و رحمت الله. افغاندوی عزیز بسیار فقط یک دقیقه کار دارم. فقط یک صحبت دارم. نفر از دست من میترانه بیخی صحبت بسیار نرمال عادي. يا سيد مختار بسألك سؤال. هلا يابا. أنت درست في المدينة المنورة وأنت فاهم اللغة الفصحى والعامة وغيرها وغيرها، وش تحتاج أنت تجيب لنا أعراب غيرك يعني؟ وش هل أنت أصلا كردي ولا إيش؟ لا ماني بكردي عمي، أنا أفغاني. تعرف الشيخ محمد صالح؟ وإيش الشيخ ذاك المعاقل مجنون ذاك؟ لا أنت تقدر تناطحه وتقدر تروح تدلل معه. يا رجال هذاك أجهل من حمار أهله يا رجل، والله إنه أجهل. شوف ما في قاعد تغلط على طول يا عمي. ملحد اسمعني يا مختار، ما في ملحد على وجه الأرض إلا أن يكون أجهل من حمار أهله. خذ الكلام مني وانتهى الأمر. هذا على حسب قولك أنت. والآن لحظة،
سألك سؤال قبل شوية الأخ كفركش يقول لك وش هي الأصول الثلاثة، ما قدرت تجاوب عليها ليه يا أخوي؟ أنت دارس الشريعة يا دارس اخي السنة ماري، ودارس واحد ما يريد يجاوبك يا اخي، افهمها. كيف ولا ما اذا يريد في شخص ما يجاوبك؟ يريد كيف يعني يجاوبك، أنت جاي هنا تناطح الناس وتنتقد الإسلام، والسؤال بسيط قال لك الأصول الثلاثة. يا حبيبي انا ماني بجاي طفل صغير جاد يناقشوني يا او حبيبي يختبروني أنت بالدين. مثل بقية البهايم اللي يجون حافظين كم لا شبهة شوف، هسه ويناقضون غلطت، الإسلام. هسه غلطت. هلا اسمع، أنت كردي لا تغلط عراقي يا اخي، لا تغلط. اسمعني، أنت لا أنت أفغاني ولا شيء، أنت من الأكراد العراق الذين يعبدون الشياطين، من الإيزد الشياطين. لا تغلط، لا تغلط، لا أنت تغلط. من خليك الإيزديين عباد انسان، الشياطين. خليك اسمعني، انسان محترم وتكلم ما حد يريد بأدب. يجاوبك. هاي اللهجة العراقية بتحكي لي خليك بالعراقية انسان وتصف نفسك محترم وتكلم بالأفغانية. بأدب. شنو أنت شايف البشر بهايم مثلك يا حمير؟ لا أنت شنو شايف البشر بهايم خليك مثلك؟ أدب. لا قاری انت، صاحب، لا انت برای خليك ما فرق أدبك. نمیکنه که یک الله أنت سبحانه. أنت كأفغان دعوة ای از کردیای عراق است، میفهمم، از فهمیدم، چارپایان کردیای عراق شیطان پرست است. قاری صاحب، قاری صاحب، یک برای جمله ما بس بگو محیطم. قاری امیال در عربی اسمع صد مختار، زدی چیزی مختار نگفتم. خب يا مختار، سايكو. أنت من العراق، داوز من زدی. البهائم اليزيدية انا العبد باز داوز زدی. للشيطان. سايكو قاری. سيكو مختار مدارت میگم تو از شیطان پرستای کرد عراق هستی. قاری افغان دعوه که پایین بیا. من دوستا خواهش من یک سوال میکنم که دارم افغان مؤدب باش قاری، مؤدب باش. شطور ولی نگی بالا نه غرغر نکو. مختار جان یک سوال من جواب بدین. خیره مختار، خیره یک سوال من جواب بدین. شما در مدینه منوره، شما در مدینه افغان دعوه خفه میشه. افغان دعوه یک سوال دارم. یک بار آدم باش. تمام شد. العبد للشيطان يا ولد. اجازه بدین یک سوال مکنم. اینا در مدینه منوره درس خوانده. جناب آقای مختار، شطور وری می یکدم لغتک میزنی. جناب آقای مختار، کفر کش همه میکنین که امیر از ما بپرانین. یک سوال دارم. یک سوال. خودت سایگو یک شطور ولی آمدی در اینجا یکدم درم شطور ولی غرغر که رفتی دوای مختار جان سوال مرا به دقت گوش نه کن. مؤدب باشه کاری لوده گوش کن. آمد در نه اینجا سر داشتم نتی پایین من حالا دازم. ما نه پیاده بینم. نفهمیدیم که تو چی گفت. نه در خود بین مرا شما که دو داود تا. نه ما من نمیفهم. شما بین خود عربی گپ زدید. بین خود عربی گپ ما یاد زدید. نداره. شما کیلیش نمیفهمید. عجیب کیف حالک. بیتر بگی که کیلیش من بوی خود یک سوال دارم. یک سوال کوتاه دارم. یک سوال. خودت مؤدب باش. من چی گفتم تا خیر است. یک سوال میکنم همین جواب بده باز پیش بریم. شما خراج، شما نادانا، شما چارپایا مختار جان یک مؤدب دقیقه باش ما کاری لوده. ببین دوست عزیز آمدی برای گفتمان سالم. لطفا مایک تو ما ببند. سعی کن نمیمانی شما خودت به عربی گپ زدی، به عربی باز دیگه وقتش گپ بزن. ما عربی نمیفهمیم. سواری میکنیم در اینجا مؤدب باشه. ما همه را فهمیدیم که چند بار باید صدقم میکرد. قاری صاحب پایین میری، کفرکش بیادر پایین میری، از دست من دیگه نپرانین. مؤدب باشین، سعی کنین دیگه مؤدب باشین. سوال نکنم. سوال نکنم. امیر از دست من نپرانین کفرکش. در یک فرصت استفاده کنه، هر وقت سعی کنه مختار فرار نکنیم، فقط ما و تو میمانیم. در وقت دیگه سعی کنه فرصت دیگه با تمام با کفرکش بیادر پایین میری. استفاده کنین در یک فرصت بسیار با ادب، با آرامش، با تمام انسان، با تمام اخلاق نیک میایم صحبت میکنیم. خب حالا ما در اینجا نامدیم که به همین صد دو نفر کو، کس دیگر بالا نکو، دو نفر کو. فهمیدی مادب دوزه بسیار بیادبانه نه مادر تا ما فهمیدم کل گپای شرکه که بر ترجمه کنم. ما فهمیدم. حالا نمیخوایم سعی که مطلب عزیز سعی عزیز دو نفر کو گوش کن. صابر جان قند سعی کن نازنیم. ما در اینجا نامدیم این سعی که نجیب چندین بار برش گفتم او نجیب دوست داریم فهمیدی امیال با هم مگه شب میریم نانچاشت میخوریم خندام میکنیم چای خودم میخوریم مشکل ندارم. با تو هم صابر جان چای میخوریم مشکل نداریم. اختلاف نظر پیش میه، ایمانیات اختلاف از نظر اختلاف از ذائقه اختلاف از هیچ مشکل نیست در این داستان. اما که باز مثلا همی آدمایی که فوش زبان هستن نباید بالا بریم. بعد از توهین به شخص خودم باز هیچ کسی دیگه بالا نمی. آقای مختار
آقای مختار گوش کن. مختار دیگه بس که دیگه کس موقف نمیوی. مرا بشنو. برای ما فرق نمیکنه که تو از یزدی های عراق هستی، برای ما فرق نمیکنه که تو از عیسوی های عراق هستی. برای ما it doesn't matter. برای ما فرق نمیکنه. فعلا در مقابل ما کسی قرار داره که مسلمان نیست و فکر میکنه که حرفی در مقابل به اسلام داره. حالا جناب بس ما بس تغییر نمیتونیم. یک گفتگو داره خودت صابر جان قند سیکو. من اینجا آمدم اول سیکو برتان بازم بردیم احترام تقدیر بر بابا نجیب قند به حضور خودت آمدم در اینجا سوال انداختم. بسیاری سوال مهم است، در کل لایف ها گپ میشه، خصوصا در لایف های عربا. سند قوی بر صحت خود قرآن ایران میگذار می سواله تا لایف بعدی ما هم خودمون در خدمت می باشم. تا مستی گفتن در کله یک دیگه خودم میزنیم اما با کسی ربطم نمیشه. همین ما تو خوب جنگای خودم میکنم، در آخرم باز میگیم تشکر، بحث کردیم یا جدال کردیم یا نتیجه رسیدیم یا نرسیدیم، او مهم نیست. مطلب دیگه نیست که نال آمدم همین با قدر شما که با تمام احترام صحبت کردین، در خدمت شما بودم. میارم هم سر کار هستم عزیزان. اینی سوال انداختم، بعدانا با صحبت با آرامی میکنیم عزیز دل. خب آقای مختار حرف مرا شنیدی در مقابل تهدید؟ چشم اینال بازم بالله عربا یک گوش کو یک عرب برای ما پیدا میکنی که از نطفه عرب باشه، از نطفه فسحریات داشته باشه و تو اقرار کنی که علمش از تو کده بالاتر از من حیث کوچکترین عسکر اهل سنت و الجماعه در اینمی عنوانی که از زبانت برآمده. من کدش بس میکنم. فهمیدی؟ یک مسئله دوم، تو ادعا کردی که تو تکامل قبول نداری، به خاطر ادعایت برای ما دلیل بیار. دلیل فعلا سیر احترام بگذار به نظریه خودم، دلیل فعلا خودم حفاظت بکنم به خودم. داری یا نداری؟ دلیل سیکو احترام بگذار به نظریه من همین است. تمام احترامی که به نظریه تو دارم، آیا به خاطر نپذیرفتن تکامل دلیل داری یا نداری؟ حفاظت دارم جواب این سوال را و این سوال را فعلا جواب نمیتونم برد. حفاظت تحفظ. فهمیدی؟ تحفظ معنی این است که این سوال را جوابش فعلا برد نمیتون، یعنی جوابش داری خو فعلا نمیتی. درست؟ آفرین. جوابش فعلا برد نمیتون و مسئله خلق البشر از اول تا آخر اینا مرتبط به تمام ادیان است، نه فقط به دین اسلام. این سوال فعلا با مسلمان قرار داری، با ادیان دیگر قرار نداری. باشه. انال جواب هر دو این سوال اگر به خلقت ایمان داشته باشم یا بر تکامل ایمان داشته باشم یا هر دو جواب قبول داشته باشم یا یک جواب رد کنم دیگر قبول داشته باشم، فعلا برای تمام صراحتا برات میگم جواب این سوال رو خود نگه میدارم. آقای مختار تو جواب دادی، گفتی نه خلقت تقبل دارم نه تکامل تقبل دارم و سوال مایی بود دلیلت برای نپذیرفتن تکامل چی است؟ من سوال خود تغییر نمیتم و حافظی خوبی دارم که تو چی گفتی. آفرین، مشکل نیست. در لایف بعدی در خدمت شما می باشم. بابا نجیب قند اگه بالا آمدم یا به مشه کدی آمدم وقت فرصت بکنه، باز من صحبت ها رو با تمام آرامش بدون دخالت افراد دیگری که لایف و بحث ما را در فوش و فوق‌بازی دو و توهین بکشانه در خدمت شما می باشم. بازم فهمیدی عزیزان؟ دوستای عزیز بابا نجیب برای من قول میتی که برای من حاضر میکنی. باشه او مختار مقصد مرا بینی من نبوری نجیب جان آدم های هست که قدر اعتبار کردن نمیشه میگن گم میشن میرن. خیره اگرم در فرصت کوتاه یا دور آمدم
در خدمت شما می باشم با تمام ادب، خوشحالی، با تمام لطفاً و فضان حرف می چی وقت امکان داره؟ ما با اجازهتان سکر عزیزم چی وقت امکان داره؟ چی وقت امکان داره؟ دقیقا معلوم نیست، اما بازم در خدمت شما می باشم. یک سوال تقریبی نمیفهم، شاید هفته بعدی یا 2 هفته بعد بیایم در لایف شما بالا و این صحبت ها رو میکنیم. دوستای عزیز، تا که این زنده است اتحادی مبرزی است، تا که این زنده است اتحادی مبرزی است. حاضر شوه تک به تک هر لایف را که انتخاب میکنم، من مشکل ندارم، خودش قانون انتخاب کنه در اینمی عنوانی که از زبان ازی برآمد من قبول کردم و سوال را که مازی کردید باشه صاحب، بدون هیچ نوع قید و شرط من حاضر هستم، فقط نفر فرار نکنه. دوستای عزیز شما شاهد باشین، عنوانی که از زبانش برآمد او نمو ثانیه قبول کردم، سوال را که من کردم جوابش نگهداری میکنه. منتظر هستیم که ای چی وقت بینمی تحدی افغان دوا لبیک میگه و حاضر میشم. من دیگه هیچ کار ندارم، از بابا نجیب مختار میخوایم. یک اجازه یک سوال میتین برای بابا نجیب؟ یک دقیقه آقای مختار، شما در مدینه منوره دست کندین، یک سوال بنده حقیر و فقیر توهین کردی، فهمیدی گپای ناقی زدی. من توهین نمیکنم برای خودت لطفا آقای مختار. بازم با اجازه شما در جامعه مدینه دست کندین آقای مختار. سوال مرا گوش کن، سوال مرا گوش کن پروفسور صاحب. با صحبت‌ها رو میکنیم بارامی. او بچه‌ها همین سوال مرا گوش کن لطفا. بفهم. سوال تا من میرم پایین، سوال تا بارامی بکن باز در ذهن من یک سوال میکنم، یک سوال با آرامش. کفرکش آرام. خب نجیب کن بازم میبرد یک سوال که 10 ثانیه ته میگیره. صبر جان عزیز خداحافظ تا بعد. نه فرار نکنی که سوال من فرار نکنی که باز نامرد نمیکنم با بچه توی آمدی دیگه پای میزنی که با میدی من سوال من 10 ثانیه وقت کار داره بر جواب. نه امی بر تو نمیتون میو بچه کفرکش دیوانه میگی. نه خود دیگه چیز نگو، کارا بر من نگو، گناه دارم دیگه کسا بچه کار مانده مردم صدا. در من نگو دیگه پاره مرا بعد بگی بر تو نمیتون خوش ندارم چیزا رو. با پایین باز پدا وقت دیگه سوال بسیار ساده است. باشه او بچه سوال ما بسیار ساده است. سوال ما بسیار ساده است. چی شد؟ ایره چی از کجا برده بودیره؟ شما از من میروم بفرما افغان دوا گپ تا که من زنده هستم و تا که ای زنده هست ای دیگه حاضر نخواشد در مقابل ما قرار بگیره با نمو عنوانی که از زبانش برآمده. چوب حالا پایین شو بی پدر چیزش خیلی بفرکش برادر، به خاطر که اینا را آتش گرفته، شیطانی که اینا نو در پرستش در آمده بودن او را چبلک کاری کردیم، ولی علاو دارن. افغان دوا گپ بزنیم نبود عربی گپ بزنیم. ما چی خبر چی بودیم بر از او؟ دوستای عزیز خب تا که من زنده هستم و تا که ای زنده هست دیگه در کل عمر خودی با من روبرو نمیشه. چونین یک ادعای کرد که تا 7 نسل دیگر از او حاضر نیست دفاع کنه. جواب با خود نگهداری کرده و ما منتظر هستیم که این جوابش کنه میشه یا روز میرسه که میایه در مقابل ما. یادتان باشه نه بابا نجیب افغان دوا زن اردی تگاه میرم در کس خوار پایین پته نه. اگر فارسی می بود ما قالیس ملامت میکردیم. نه خودش کو بیاین برای بگه نه چی میگین با من دیگه ما چی گو ما نفهمیدیم. گوشکا اگر لایف بیشتی سر دیادت باشه همه کسی به یک نفر آمده بود که من عربدان و پروفیسور از دمخواه بالا شده 1000 شکر شده بودم یکی هست این نه افغانی است و نه عرب است. این از شیطان پرستای ازدی های کرد هستند. اینها فعلا یک سلسله بعد از اینکه همو انترنشنال کوالیشن در مناطق اینا داخل شدن در مدت چند سال گذشته بیشترین را تربیه کردن. بعضی جا اینا رول عرب ادا میکنن، بعضی جا رول افغانی دیگه غیر دیگر. خب و بسیار شدیداً اسلام ستیز هستن و ما های ملک طاووس هستن. بله طاووس پرست که بگیم بهتر میشه. خب لیکن من طاووس پرست نمیگم که طاووس بسیار نام مقبول و چی است؟ شیطان پرست. اینا در حقیقت شیطان پرست هستن. خودت میدونی افغان دوای عزیز اینا را که شیطان پرست بگوی علاو میگیرن، آتش میگیرن.
این مختار چی که مرتدینی که در پایین خوش هستین بغلک میزین چقدر حال شما بدحالی هسته. گاهی را پدر جور کو، گاه او را پدر جور کو، گاه او را بود بتراش و گاهی را بود بتراش. از باسین باخته شما امید دارین که اسلام خلاص میکنه، از شیطان پرست شما امید دارین که اسلام خلاص میکنه، از هر معیوب و معلول و مشلول و معاق و دیوانه و عیب شرعی و ایتای دور گرفتگی شما امید دارین این بخیر دیگه، این باسین باخته رسید ولی اسلام خلاصید. بگیرین که مختار جاهل رسید اسلام خلاصید. چه بیچاره مسکین شدید شما. کدام سوال جواب داد؟ کدام سوال جواب داد؟ او را با خود نگهداری کردم. فرکوش هر سوال جواب چیست که ما چی میکنم جواب حفظ میکنم. گفته با عیسی به عربی احتفظ به حق رد، یعنی ما جواب حفظ میکنم و جواب نمیتونم. این احتفظ به حق رد در عالم عربی بسیار کمدی بزرگ است و پسوند چی داره، بک‌گراند سیاسی داره. احتفظ به حق رد. ادامه بده شما. من بار دیگر میگم این نه عرب است نه افغانی است. از شیطان پرستای ازدیهای عراق بین عراق و سوریه و اینا که هستن، اینا فقط تربیت شدن به خاطر استعمال شدن ضد اسلام. ولی اما مدتی که در پایان هستین والله و بالله چقدر حالتان خراب است. از باسین باخته تا یک قسم جاهلا امید دارین که دیگه اسلام خلاص شد. و حال شما نه حالی که هر تتایی که هست به ما چی؟ یک سوال جواب داد یاده؟ نگاه داشته جواب با خود نگاه داشته. اصلیت چون هم معلوم کنیم. نه اصلیت چون یعنی ما قدر ابله نیستیم که هر کسی که از لهجهش میدونم میگه انت ما حد بیرد یرد. این لهجه عربی نیست. ما در عربستان از 27 سال هستم. هر لهجهش از شمال تا غرب تا جنوب قیمه صبح هسته و خصوصا لما بيحكيني باللهجه العراقيه انا بعرف عن الحمير جاي یادم چلوه عربیه نباشه دوستا با الله قسم تحدی مرا خوشونی ننه و عنوانی که از زبانش برآمد عربی که از نطفه عرب باشه، از نطفه فصح رگب زده باشه، در مقابل این قرآن یک دو کده نمیتونه. تا که من زنده هستم من منتظر ازی هستم که یک عرب برای ما پیدا کنن که از نطفه عرب باشه، از نطفه فصح را داشته باشه، من در مقابلش قرار میگیرم. کسی که از حکمت این قرآن آگاه باشه او تو مرتد در نطفهش وجود نداره که در مقابل کلام الله قرار بگیره. مسئله دوم ادعایی را کی کرده که جواب با خود نگه می‌دارد دوستای عزیز تا که من زنده هستم